دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار گردشی داشته باشیم در غروب زیبای شهر لنگرود. امروز یک شنبه 3 دی ماه ساعت حدود 6 غروبه. شهر لنگرود مرکز شهرستان لنگرود که در همسایگی شهرهای لاهیجان و رودسر قرار داره. فاصله این شهر از مرکز استان یعنی شهر دشت حدود 60 کیلومتره. این شهر به دلیل همجواری با دریای خزر از سمت چمخاله دارای اهمیت استراتژیکی. از محصولات این شهر میشه به برنج، چای، ابریشم و هندوانه اشاره کرد. به دلیل عبور رودخانه پرآب از وسط این شهر، وجود پل خشتی در مرکز شهر این شهر رو به ونیز ایتالیا تشبیه میکنن. مردم این شهر واقعا مهمان نوازن و از گردش و خرید در بازار این شهر واقعا لذت خواهی برد. از جاهای دیدنی این شهر میشه به لیلاکو، پل خشتی، منطقه زیبای اتاق‌بند، به صخر زیبای کومله، بازارچه بانوان ملات، آبچالکی یا بام سبز لنگرود، ساحل زیبای چمخاله، پارک فجر اشاره کرد. دوربینی که ما باهاش این ولاگ رو در حال ضبط هستیم تازه خریداری شده و اگر جایی از ویدیو ایراد داره شما به بزرگواری خودتون ببخشید. قبلا ولاگ رانندگی در شهر لنگرود، گردش در پارک فجر، گردش در بازارچه ملات، به صخر کومله و بسیاری از جاهای دیدنی لنگرود رو در کانال قرار دادیم که لینکشون رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذاریم یا میتونین در پلیلیست مربوط به شهر لنگرود مشاهده کنید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
Şunu çarpı yapınca size yapınca 120 gönül Haydi, mersi böyle. Bakın cadde İran'ı sıvışa sıçralarla çevrine.
بفهم.
آره رفتمان نکنیم یادونه کامل کار میره ایناش اینطوری داره احتمالاً هیچ مصیبونشون دوات اینا دیگه باید چه ترس نیازی که بزرگ دنیا این دو تا قوارب Thank you.
موسا زهره خانم خیلی فهمیدی مادری خیلی عالی Verde. Verde زیاده غم
میره باز آمدم بابا چون تو دست بزنه تمام از ایناش زمان دیگه باید بود خب بس چی نگیرم بودم بیاره امشب این ماشین برو